سلام دوستای عزیزم، به یوگی استودیو خوش اومدین. من پرستوام و برگشتم با یه ویدیو دیگه برای شما. امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. ویدیوی امروزمون راجع به بدنمونه. داشتم قبل این ویدیو و این کلاس داشتم بهش فکر میکردم که کاشکی اینو اولین ویدیو گذاشته بودم برای شروع کلن، چون فکر میکنم از چیزایی که شنیدم از آدمای مختلف خیلی آدما چالش دارن باهاش که من بدنم مناسب یوگا نیست، من بدنم منعطف نیست، من بدنم هزار تا دلیل یا به قول خود من بهونه برای اینکه سمت یوگا نیام و کاملا حق داریم. البته باید اینو بگم، به خاطر چیزی که دنیا داره بهمون نشون میده راجع به یوگا. هر کسی که میبینیم داره یوگا انجام میده، ویدیوهاشو میبینیم یا میریم کلاس، همه لاغرندام، بدنای منعطف و به خودمون میگیم که خب حتما اینجا جای من نیست دیگه، من بدنم بزرگتر از بدن اونه، منعطف نیست، آسیب دیدگی دارم، مشکل دارم توی کمرم یا حالا جاهای دیگه و برای همین من نمیتونم این کار انجام بدم و کم کم این باعث میشه که هیچ کاری انجام ندی، هیچ ورزشی رو سمتش نری چون بدنت مناسب اون نیست. اصلا باید این پیکچر رو، این چیزی که تو ذهنمونه رو کامل عوض کنیم. اینکه ما اینو برای سلامتمون انجام میدیم، نه برای اینکه وزن کم کنیم. یعنی ممکنه که هدفهای پنجم ششم این باشه که اوکی من میخوام یک کم وزنم کم کنم، پس انجامش میدم، ولی نباید هدف اولمون ظاهرمون باشه. اینا رو فقط میگم مثل همیشه که دارم میگم که بهش آگاه باشیم. شاید به نظر شعار بیان، ولی چرا که نه، شعار خوبیه. اگه هست بهش فکر کنیم، مدام تو ذهنمون داشته باشیم اگه دارم ورزش میکنم برای چی دارم ورزش میکنم؟ برای خودم یا برای اینکه تو دید بقیه خوب باشم یا برای اینکه توی جمع دوستان بتونم راحت تر باشم؟ میخوایم تو بدنمون احساس راحتی کنیم. هر جا که هستی بشین یا دراز بکش، سعی کن یه مکانی رو برای خودت پیدا کنی، کلا یه گوشه امن برای خودت پیدا کنی که اونجا یوگاتو انجام بدی، دور از بقیه. اگه مثلا راحتی کنار بقیه حتما این کار بکن. اگه احساس میکنی معذبی کنار بقیه، یه گوشه برای خودت درست بکن و بگو که اینجا گوشه‌ایه که من از خودم مراقبت میکنم. حالا یا یوگا میکنم یا مدیتیشن یا کتاب میخونم یا اصلا هیچ کاری نمیکنم، فقط میشینم و به دیوار، به سوراخ رو دیوار نگاه میکنم. شونه ها رو بدیم پایین. اون تصویری که یه نخ از سرمون از تاج سرمون وصله و داره ما رو میکشه بالا رو داشته باشیم. گردن بلند، شونه ها پایین، قوز نکردیم و بریم دم از طریق بینی، بازدم از طریق دهن، همینجوری رها میکنیم و به جای اینکه قفسه سینه رو تکون بدیم، شکممون رو باد میکنیم، نفس رو میفرستیم توی دیافراگممون. دوباره دیگه. آخرین بار. حالا بریم دم و بازدم از طریق بینیمون، دم شکم باد، بازدم شکم خالی. و همزمان که داریم این کار انجام میدیم به بدنمون فکر کنیم، به چیزایی که اول تمرین گفتیم. ببینیم اگه دوست داریم میتونیم برای تمرینمون یه اینتنشن یا یه نیت بذاریم. شاید این باشه که آگاه تر باشم به بدنم، یا نفسامو عمیق تر کنم، حضور بیشتری داشته باشم یا قدرتی انجام بدم، از مکان امنم برم بیرون از کامفورت زونم و خودم یکم بیشتر پوش کنم. هر چیزی که فکرشو میکنی میتونه به عنوان نیتت باشه. بهش فکر کن، چند بار تو ذهنت داشته باشش.
و شاید حین تمرینم دوباره بهش فکر کنی. اگه احساس کردی که داره ذهنت پراکنده میشه برش گردونی. یه نفس عمیق دیگه. عالی. آروم میخوایم چونه رو بندازیم تو قفسه سینه و گوشمون رو به هر سمت بندازیم. انگار میخوایم نیم دایره بکشیم با گردنم. همین که الان اینجاییم داریم روی یوگا متمونیم، این خودش اینه که یعنی داره به اون میگه که تو توانمندی و میتونی این کار رو انجام بدی. حالا هر کسی بدنش با اون یکی متفاوته. اینجا بمونیم، گوش راست رو شونه راست. میتونی دست راست رو آروم بذاری روی سرت. مثلا من به صورت ژنتیکی بدنم یکم منعطفه. شاید اصلا هیچ تلاشی براش نکرده بودم. اولا که ورزش میکردم خیلی راحت دستم به زمین میخورد. عوض کنیم. و همه فکر میکردن که وای مثلا این چقدر ورزش میکنه. نه، من بدنم اونجوری به دنیا اومده بودم و اینو من نمیتونم تغییر بدم. مثل اینکه تو یه جور دیگه به دنیا اومدی، بدنت، استخون بندیت متفاوته با من. آروم رها کنیم، سر بیاریم بالا. یه نفس عمیق بکش، دستا رو بکش بالا، شونه پایین. انرژی انگار از نوک انگشتات داره میره به سمت سقف. بازدم که میکنیم دست راست رو میذاریم کنارمون و به سمت راست خم میشیم. اگه خیلی منعطفی میتونی بری روی ساق دستت، ولی هنوز اونقدر گرم نیستی، مجبور نیستی. اگه رو ساق دستتی و باستنت اومده بالا یعنی زیادی داری میری. هر بازدمی که میکنی شاید یه کوچولو نزدیکتر میشی و مطمئن شو که شونت اینجا نیست. بده پایین. اصلا چرا انقدر منقبض میکنیم؟ جهتش عوض کنیم. همیشه من این کار میکنم، یه کوچولو میرم پایین، میام بالا، یکم جا میکنم، دوباره میرم پایین. اگه دوست داریم خیلی دیپ تر بشیم، اگه نه مجبور نیستیم. برگردیم بالا، دستا پشتمون قلاب کنیم، قشنگ شونه ها رو بکشیم. هر وقت ما توی بدنمون احساس خوبی داشته باشیم، اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم، آروم رها کنیم، بقیه هم همون جوری ما رو میپذیرن. یعنی اگه من یکم وزنم بیشتره اما خودم و جوری که هستم دوست دارم و ورزش میکنم، آره رژیم غذایی شاید دارم، آره، ولی خب خیلی تغییر نمیکنه. ولی مهم نیست برای من رژیم غذایی رو برای سلامت بدنم میگیرم. من ورزش رو برای سلامت بدنم، ذهنم و روحم انجام میدم، نه برای اینکه لاغر بشم. یعنی این خیلی منتالیتی مهمیه که داشته باشیم، چون اون وقت لذت بخش نمیشه ورزشی که داریم میکنیم. بیایم تیبل تاپ. زانوها به اندازه عرض شونه باز، انگشتای دست کامل از هم باز، شونه هامون با مچ دست توی خطه. یه نفس عمیق میکشیم، شکم بندازیم بالا رو نگاه میکنیم. بازدم که کردیم شکم رو گرد میکنیم، بین زانوها یا نافمون نگاه میکنیم. دم، شکم بنداز بالا رو نگاه کن و بازدم کمر گرد. لذت ببریم از این حرکت ساده. یه بار دیگه لذت ببریم. اگه بدونیم این برای خودمونه نه برای اینکه لاغر بشیم، همه چی رو تغییر میده و قطعا به لاغریت هم کمک میکنه اگه هدفتونه. اینجا نگه داریم. 3 2 1 آروم رها میکنیم. حالا بریم یکم مچ دستمون رو گرم کنیم. انگشتا رو میچرخونیم به سمت زانوامون. شست دستا به سمت درازای یوگامته. آروم وزن رو میفرستیم عقب و بعد میایم جلو. سعی کنیم که انگشتامون بلند نشه به غیر از شستامون. شست میتونه کامل بلند شه، یه مقدار از کف دستم میتونه بلند شه به غیر از انگشتام. مثلا اینجا نیستیم، این نیست، قشنگ انگشتا به زمین. اگه نمیتونی خیلی عقب بری و تهش اینجاست، همینجا بمون.
آخرین بار عقب نگه داریم و اگه میبینی که مثلا چه میدونم من یه حرکت رو راحت تر انجام میدم و تو نمیتونی به اون راحتی انجام بدی، به خاطر اینه که من تقریبا 10 سال دارم یوگا انجام میدم و بیایم سنتر. اولش منم اینجوری نبودم، همه چیز زمان میبره و اینکه یه کار رو دائم انجام بدی و وقفه نندازی و دنبالش رو بگیری، جهت رو عوض کنیم، جهت دایره رو، تو هم یه روزی قطعا بهتر از من هم خواهی شد. بیایم سنتر، دستا رو بذاریم، بشیم روی پاشنه های پا، دستا رو به هم قلاب کنیم. این مدلی نه، این مدلی. آرنجا رو به هم وصل میکنیم، دایره میکشیم. عالی، جهتش رو عوض کنیم، تکون بدیم. خیلی عالی. دستا رو بذاریم زمین، باسن رو میفرستیم عقب و میایم بالا. Downward dog، وضعیت سگ سر پایین و شروع میکنیم زانو رو یکی در میون خم و راست کرد. تو اینجا چی بود هدفمون؟ اینکه قفسه سینه رو نزدیک کنیم به رون پا، پاشنه ها رو برسونیم به زمین، ولی اگه هنوز اونجا نیست پاشنه ها بلند بشه، زانوها خم بشه و خودمون رو نزدیک کنیم. دیدی تفاوتشو؟ مثلا اینجا نیستم، سرم اینجوری نیست، یا مثلا چه بدونم اینجوری نیستم، کامل دارم باسن رو میفرستم به سمت آسمون، دستم رو هول میدم به زمین. در واقع پاشنه های دستم رو نمیدونم اینجا بهش میگن، اینجا دست رو هول میدم به زمین، خیلی روی انگشتام فشاری نمیذارم تا جایی که میتونم. 3 2 1. حالا وزن رو میفرستیم جلو، میایم های پلانک، اینجا نگه میداریم و بعد میفرستیم بالا دوباره. داونورد داگ. 3 بار دیگه این کار انجام بدیم. 2. نفس یادت نره. آخرین بار بالا نگه دار، پاهاتو به هم وصل کن، انگشت بزرگای پا به هم وصل، پای راست رو میفرستیم تو آسمون. از اینجا زانو رو خم میکنیم، میاریم جلو، میندازیم بین دوتا دستمون. یه نفس عمیق میکشیم، دستا رو میاریم بالا، قشنگ میکشیم و بعد دستو میاریم پایین، پشتمون قلاب میکنیم. ببخشید. شونه ها رو به هم فشار بدیم و با هر بازدم یک کوچولو انگار به زمین نزدیک تر میشیم. 4 3 2 1. رها کن. 2 تا دستو بنداز دو طرف پا. اگه نیاز داری زانو رو بذار از زمین، دست راست رو به سمت آسمون باز کن. 3 2 1. دست آروم بنداز، زانو رو بلند کن، پای جلو رو بفرست عقب. اگه این زیادیه 2 تا زانو رو میندازی زمین، پات وقتی جلوه، پا رو میذاری عقب و میای داونورد داگ دوباره. ببین همیشه به بدنت گوش بده. ببین مثلا این زیاده برات، خودتو فشار نیار، چون ممکنه آسیب ببینی و این آسیب باعث بشه که تو از یوگا زده بشی و فکر کنی که اوکی یوگا تو رو این کار کرده. نه، یوگا اتفاقا خیلی ورزش خوبیه برای همه چی. همیشه پیشنهادش میدن، ولی بعضی وقتا یه سری خودشون آسیب میزنن چون میخوام فشار بیارن و اون کار رو انجام بدن. پا رو به هم وصل کنیم، پای چپ رو بیاریم بالا، زانو رو خم کنیم، بندازیم بین 2 تا دستم. دست رو میاریم بالا. عالی. و بعد میاریم پشتمون، قلاب میکنیم. شونه ها رو سکویز. هر بار بازدم یک کوچولو میریم پایین تر و ریب کیجامو نمیدم بیرون. ستونه نه، اسم این ریب کیجا رو من فراموش کردم به فارسی، ولی این استخونه اینجا رو نمیدیم بیرون، شکم میکشیم تو و اونا رو هم و ریب کیجا رو هم میکشیم کامل تو، انگار زیپ شکمون رو میکشیم بالا. 4 3 2 1. آروم رها کنیم، دستو بندازیم 2 طرف پا، زانوی عقب میتونی بندازی زمین یا میتونی از این بلند باشه.
دست چپ رو به سمت آسمون باز میکنیم. 4 3 2 1. دست رو بندازیم، پای چپ رو میفرستیم عقب، انگشت بزرگای پا رو به هم وصل میکنیم. زانو رو میتونی یا به هم وصل باشه یا تا جایی که میتونی باز بذاری. بریم پایین، چایلد پوز. پیشونی رو بذاریم زمین. 3 2. قشنگ لذت ببر از این استراحتت، لذت ببر. اگه میخوایی کوچولو آب بخور. 2 1. آروم بیایم بالا، بیایم جلو. پا رو همجوری نگه داریم تا جایی که میتونیم بیایم جلو، مثل حرکت مار کبرا، و بعد دوباره بریم عقب. بیایم دوباره دیگه. و هنوز اینجوری هم که چی بود ریب کیج فارسیش چی میشد، درگیر شد ذهنم الان. بعد کلاس باید برم نگاه کنم. آخرین بار اینجا نگه داریم. 3 2 1. آروم بیایم توی حرکت تیبل تاپ. از این حرکت اگه داونورد داگ براتون خیلی سخته، میتونین تو این حرکت وایسین به جاش. مثلا من اگه میگم پا رو بفرستین عقب، انگشتای پا رو به هم وصل کنین، پای راست رو بفرست بالا، میتونین زانوتو به هم وصل کنین، پای راست رو اینجوری بفرستی عقب. حالا بریم با سن بفرستیم بالا، بین دو تا دست نگاه میکنیم، زانو رو خم میکنیم، به سمت جلو قدم برمی‌داریم. یه نفس عمیق میکشیم، دست رو میذاریم روی ساق پامون یا رون پا، هر جا که میتونیم. کمر صاف، بازدم خم میشیم به سمت جلو. دوباره یه بار دیگه، دم کمر صاف، بازدم خالی. دستتو اگه میخوای بذار روی یه بالشتی، آجر یوگا یا هرچی، میخوایم زانوها رو یکی درمون خم کنیم. گردن ریلکس میکنم. 3 2 و 1. یکیشو صاف یکیشو خم نگه دار. 3 2 1. عوض کن. 3 2 1. آروم رها کن، رول آپ کن، مهرهای کمر رو هم بچین و آروم بیا بالا. سر و گردن آخر سر. شونه ها رو بده پایین. حالا من میچرخم سمت شما میتونین هر جا که هستین وایسین. پا رو به اندازه عرض شونه میخوایم باز کنیم. دست رو میاریم تو قفسه سینه، وزن رو میفرستیم سمت چپ، پای راست رو میاریم بالا. همینجا میتونی بمونی یا میتونی دست رو قلاب کنی و پاتو بیاری بالاتر، یکم به خود نزدیک ترش کنی و یکم راحت تره. انگشتای پا یا پوینت یا فلکس اکتیو باشه. شونه ها پایین. 3 2 1. مچ پا رو بگیر، پا رو بیار به خودت نزدیک کن. همیشه میتونی از صندلی استفاده کنی یا دستتو به دیوار بگیری اگه برات راحت تره. 3 2 1. آروم رها کن، تکون بده. من خودم کسی هم که خیلی زود ذهنم میپره یه جا دیگه، برای همین همش ولی بهش آگاه هم جورم که اوکی او رفت، برگرد. دست و قفسه سینه، پای چپ رو بیاریم بالا. زانویی که روش وایستادیم مثل همیشه یه کوچولو خمه، قفلش نکردیم. 3 2. لبخند بزن. 1. مچ پا رو بگیریم، به خودمون نزدیک کنیم. 3 2 و 1. آروم رها میکنیم، تکون بدیم، پاها رو باز کنیم بیشتر از عرضشونه و یه کوچولو انگشتامون به سمت بیرون باشه. دست رو بریم تو قفسه سینه، وزن رو به هر سمت میفرستیم. زانوها رو یکی در میون خم میکنیم. 4 3
2 1. یه سمت نگه میداریم. اگه میتونی تا آخر بری پایین برو، اگه نه بالا بمون. 5 4 3 2 1. میتونی دستو بذاری زمین، از زمین کمک بگیری بری اون سمت. 5 4 3 2 1. دستو بذار زمین، بیا بالا. انگشتای پا رو بچرخون به سمت داخل. سر رو بنداز، دستو پشتت قلاب کن. هدف من از گذاشتن این کلاس ها واقعا بیشتر برای سلامت روانه و بعدش نه که سلامت بدن دوم باشه، ولی روان خیلی مهمتره. این که ذهنی خودمون رو قبول داشته باشیم. من میتونم بهترین هیکل رو داشته باشم، حالا بهترین یعنی چی رو نمیدونم، ولی به نظر من خودم رو داشته باشم، ولی از لحاظ روانی قبولش نداشته باشم. دستو بندازیم، دستو بفرستیم سمت راست، کامل بچرخیم و این میتونه خب خیلی، من میتونم بهترین چیزا رو داشته باشم ولی از لحاظ ذهنی قبولشون نداشته باشم و به خودم آسیب بزنم و چون خیلی کمتر به سلامت روان اهمیت داده میشه. بریم سمت چپ. یعنی تقریبا همه اول ظاهر رو درست میکنن دیگه، باطن رو خیلی هنگار بعضی وقتا مهم نیستش متاسفانه. بیایم سنتر، پاها رو به هم نزدیک کنیم، انگشتای پا به سمت بیرون و بشینیم. حرکت ملاسنا. دستو بیاریم تو قفسه سینه، قشنگ زانوها رو از هم باز کنیم. 5 4 3 2 1. دست بذاریم پشت سرمون. بیایم باترفلای، دست همونجا بمونه، خودمون یکم هول بدیم جلو، قفسه سینه رو باز کنیم. خیلیاتون بعضی وقتا کامنت میذارین یا مسیج میدین که مثلا وای من وقت نمی کنم انجام بدم. میفهمم هممون شلوغیم ولی واقعا به اولویت ها بستگی داره. توی 24 ساعت 20 دقیقه وقت نداری برای خودت وقت بذاری، برای ذهنت، برای بدنت. اگه واقعا فکر میکنی دستو بیار جلو، پا رو بگیر یکم بال بزن. اگه فکر میکنی وقت نداری، به نظرم باید دوباره به اولویتات فکر کنی، ببینی بدنم، ذهنم کجای این برنامه هست که به نظر من باید اول باشه. یعنی تو سلامت بدن و ذهنت باید اولین چیز باشه، چون مهمترین چیز. زانوها رو بیاریم بالا و هر سمت بندازیم. تو اگه ذهن سالم، بدن سالم نداشته باشی، چجوری میخوای درس بخونی؟ چجوری میخوای به کار روزمرت برسی، به کارت برسی؟ بندازیم سمت راست زانوها رو، دست چپ رو بیاریم به سمت دست راست و بچرخیم. میتونیم بذاری رو زانوی راستت یا بذاری کنار دست راستت. برای همین من اصلا نمیتونم این که وقت ندارم و متوجه بشم، چون اینجوری هم نیست که بخوایم بگم که باید بری مثلا باشگاه، باید بری استودیو یوگا و اونجا انجامش بدی. نه، داری از توی بریم اون یکی سمت، از توی مکان امن خودت، خونه که امیدوارم امن باشه، ورزش میکنی و اصلا نیاز نیست، یعنی میتونی از تخت بیای پایین، لپتاپ باز کنی، 20 دقیقه ورزش کنی و بری سراغ روزت و مطمئن باش که روزتو بهتر شروع خواهی کرد. بیایم سنتر، پا رو دراز کنیم، یه نفس عمیق دستار میاریم بالا، بازدم به سمت جلو خم میشیم. اگه میخوای زانوها رو خم کن اولش، یواش یواش صافشون کن هر جور که راحتی. 5 4 3 2 1. آروم رها کنیم. شونه ها رو بده پایین، یکم بیا جلوتر، میخوایم بریم دراز بکشیم. دستو بیار جلو و رول داون کن. با کنترل تمام برو پایین و خودتو ول نکن. زانوها رو بغل کن، به هر سمت تکون بخور. میخوایم یه 10 تا پادو چرخه بزنیم با هم دیگه. دستو پشتمون قلاب میکنیم، زانوی راست رو خم میکنیم، پای
چپ رو صاف میکنیم. با آرنج چپ بیرون پای راست رو تاچ میکنیم و بعد عوض میکنیم. بریم 10 9 8 7 6 5 4 3 نفس 2 و 1 رها کنیم. زانو رو بغل کنیم، بر سمت تکون بخوریم. عالی. پا رو از بیرون بگیریم، راک ساید تو ساید کنیم و سعی کن همیشه تمرینتو با لبخند انجام بدی، به خاطر اینکه ذهنتو گول میزنی. مخصوصا حرکاتی که سخته رو یه لبخندی بزن، ذهنت میگه که اوکی این حالش خوبه، به نظر میاد که خوشحاله، اون قدم داره سخت پیش نمیگذره. کف پا رو به هم بس کن، زانو رو بغل کن، فشار بده و میخوایم رها کنیم. بریم حرکت آخر، شواسنا. من میخوام از این بالشت استفاده کنم بذارم زیر زانو. شما هم اگه دارین استفاده کنین، هر جا که دوست دارین بذارین. دست کنارتون و نفسامون رو آروم کنیم و سعی کنیم به اون نیتی که اول تمرین اگه گذاشتیم اون اینتنشن فکر کنیم و به کل تمرین فکر کنیم. اینکه تو بدنمون چه حس و حالی به وجود آورد. الان چه حسی داریم بعد از تمرین؟ آیا این حرکتی که الان توشم یکم ناراحته به خاطر اینکه دارم هیچ کاری نمی کنم و بهش عادت ندارم، همیشه احساس میکنم باید از تمام وقتم یه استفاده‌ای بکنم، باید حتما یه کاری بکنم و اگه یه لحظه دراز بکشم انگار مفید نیستم. از این لحظه باید خیلی استفاده کنی، چون شاید تو کل روز حتی نتونی یه لحظه هم تو همچین حرکتی باشی. 2 تا نفس دیگه. آروم بدنتو بیدار کن. به سمت بچرخ و بیا بالا، بشین، کف دستو به هم بمال، گرما انرژی تولید کن و بعد صورتتو بدنتو ماساژ بده اگه احساس راحتی میکنی. آخرین بار بمال و دستو بذار روی چشمات. از خودت، بدنت، ذهنت تشکر کن که اینجایی. مرسی که برای خودت وقت میذاری و ممنونم که تمرینتو با من به اشتراک میذاری. تا یک کلاس دیگه، نماسته.